شب دوم، حکایت دهقانی و خرش. وزیر گفت شنیدم که دهقانی مال و رمه فراوان داشت و زبان جانوران دانستی. روزی به طویله رفت. گاو را دید که نزدیک آخور خر ایستاده و چشم بر علیق پاکش نهاده. به خوابگاه خشکش رشک می‌برد و میگوید که گوارا باد بر تو این نعمت و راحت که من شب و روز در رنج و تعب گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن میگذرانم و تو را کاری نیست جز اینکه خواجه ساعتی تو را سوار شود و باز به سوی آخر بازگردد. تو را شب به عیش و طرب می رود، ندانی که بر ما چه شب می رود. درازگوش به پاسخ گفت فردا چون شیار افزار به گردنت نهند بخست و هرچه زدندت برمخیز. آنچه پیشت آورند مخور، چون روزی دو بدانسان کنی از مشقت و رنج خلاص یابی. اینها در گفتگو بودند و خواجه گوش همی داد. چون بامداد شد خادم طویله آمده. گاو را دید که قوتی نخورده و قوتی ندارد. سستی گاو را به خواجه باز نمود. خواجه گفت درازگوش را کار فرما و شیار افزار به گردن او بنه. خادم چنان کرد. به هنگام شام که درازگوش بازگشت گاو پیش آمد و به نیکی‌های او سپاس گفت. خر پاسخ نداد و از گفته خود پشیمان بود. روز دیگر باز خر را به شیار بستند. وقت شام خر با تن فرسوده و گردن سوده بازگشت. گاو به شکرگزاری پیش آمد. درازگوش به گاو گفت دانی که من ناصح و مشفق توام و از خواجه شنیدم که به خادم گفت فردا گاو را به صحرا ببر، اگر سستی نماید به قصابش ده. من به دلسوزی پسندی گفتمت و سلام. چون گاو ایران بشنید رضامندی کرد. گفت فردا ناچار به شیار روم. اینها در سخن بودند و خواجه گوش همی داد. بامداد خواجه با خاتون به طویله آمده. به خادم گفت امروز گاو را کار فرماند. چون گاو خواجه را بدید دم راست کرده بانگی زد و بر جستن گرفت. خواجه در خنده شد و چندان بخندید که بر پشت افتاد. خاتون سبب خنده باز پرسید. خواجه گفت سری در این است که فاش کردن نتوانم. خاتون گفت تو را خنده بر من است. چون خواجه خاتون را بسی دوست می داشت گفت ای مونس جان، از بهر خاطر تو من سر خود فاش کنم، ولی پس از آن زنده نخواهم ماند. آنگاه خواجه فرزندان و پیوندان خود حاضر آورده وصیت بگذارد و از بهر وضو به باغ اندر شد که سگ و خروسی و مرغان خانگی در آن بودند. خواجه شنید که سگ به خروس میگوید وای بر تو، خداوند ما را به سوی مرگ روان است و تو شادانی. خروس پاسخ داد که خداوند ما کم خرد است، از آن که من 50 زن دارم و با هر کدام گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا می کنم. خداوند ما یک زن بیش ندارد و نمیداند به او چگونه رفتار کند. چرا شاخی چند از این درخت بر نمیگیرد و خاتون را چندان نمیزند که یا بمیرد و یا توبه کند که رازهای خواجه را باز نپرسد. در حال خواجه شاخی چند از درخت بگرفت و خاتون را چندان بزند که بی خود گشت. چون به خود آمد معذرت خواسته استغفار کرد و پای خواجه را همی بوسید تا بر او بخشود. اکنون ای شهرزاد، همی ترسم که بر تو از ملک آن رود که از دهقان بدین زن رفت. شهرزاد گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید. وزیر چون مبالغه او را بدین پایه دید برخاسته به بارگاه ملک رفت و پایه سر ریر او را بوسید. از داستان دختر خیش آگاهش کرد. اما شهرزاد خواهر کهتر یا کوچکتر خود دنیازاد را به نزد خود خواند و به او گفت که چون مرا پیش ملک برند من از او درخواست کنم که تو را بخواهد. چون حاضر آیی از من تمنای حدیث کن تا من حدیثی گویم، شاید که بدان سبب از هلاک برهم. چون شب برآمد دختر وزیر را بیاراستند و به قصر ملک بردنش. ملک شادان به حجله آمد و خواست که نقاب از روی دختر برکشد. شهرزاد گریستن آغاز کرد و گفت ای ملک، خواهر کهتری دارم که همواره مرا یار و غمسار بوده. اکنون همی خواهم که او را بخواهی که با او وداع بازپسین کنم. ملک دنیازاد بخواست و با شهرزاد به خوابگاه اندر شد و بکارت از او برداشت. پس از آن شهرزاد از تخت به زیر آمده و در کنار خواهر بنشست. دنیازاد گفت ای خواهر من، از بیخوابی برنج اندرم.
طرف حدیثی برگوی تا رنج بیخوابی از من ببرد. شهرزاد گفت اگر ملک اجازه بدهد بازگویم. ملک را نیز خواب نمی برد و به شنودن حکایات رغبتی تمام داشت. شهرزاد را اجازه قصه گفتن داد. پایان قصه شب دوم.